خطاب محمود رحمه الله در کتاب خود عدالت السماء یک داستان واقعی را ذکر کرده است که آن خیلی تکان دهنده است. داستان واقعی و عبرت برای جوانان امروز که در پنهانی ها با زنان و دختران مردم زنا می کنند و آبروی آنها را می ریزند و گمان می کنند که عدالت پروردگار آنها را بی جزا می ماند. قصه را چنین بیان می کند که در بغداد مرد سالهای دراز به قصابی مشغول بود. پیش از دمیدن صبح به دکانش رفته گاو یا گوسفند را ذبح کرده آن را برای فروختن آماده می کرد و به خانه بر می گشت و بعد از بلند شدن آفتاب به دکان رفته آن را می کشاد تا گوشت ها را بفروشد. طبق عادت روزی در دکان گوسفند را ذبح کرده با لباس های خونالود به خانه برمی گشت. هنگام بازگشت ناگهان از طرف سر و صدای شنیده به طرف آن شتافت. وقتی به جای حادثه رسید دید که مرد با چند زخم از کارد افتیده و خونش ریخته ایستاده است و کارد در سینه اش خلیده است. کارد را از سینه اش کشیده گرفت و او را برداشت تا به او یاری رساند. خون بر لباس های او می ریخت ولی مرد در روی دستانش جان داد. وقتی مردم جمع شدند و دیدند که مرد دست و پا خورده و ترس او را فرا گرفته است و کار در دست اوست و خون از سر و لباس های او می چکد، او را متهم به قتل کردند و دستگیر کردند. یقین کردند که قاتل همین است، لذا او را حکم قتل دادند. وقتی او را در محضر مردم برای قصاص آوردند و او یقین کرد که کشته می شود و هیچ خلاصی وجود ندارد، به مردم ندا کرده گفت: ای مردم، قسم به خدا که این مرد را من نکشتم، ولی شخص دیگری را 40 سال پیش کشته بودم که همینک قصاص آن بر من جاری می شود. 40 سال پیش جوانی بودم که در زورق کار می کردم. با زورق خود آدمان را از این ساحل دریا به ساحل دیگر می بردم. روز یک جوان دختری ثروتمند با مادرش به نزدم آمدند تا آنها را به ساحل دیگر رسانم. من آنها را به ساحل دیگر رساندم. روز دیگر نیز آنها آمدند و من آنها را به ساحل دیگر رساندم و همین طور آنها آمد و رفت کردند که در نتیجه من با دختر عاشق شدم. او نیز با من مهر پیدا کرد و ما همدیگر را دوست داشتیم. او را از پدرش خواستگاری کردم، ولی پدرش از جهت کمبغل بودنم او را به من نداد. بعد از آن رفت و آمدی آنها قطع شد و من نه دختر و نه مادرش را دیگر ندیدم، ولی عشق و محبت او در دلم باقی ماند. از بین 2-3 سال گذشت. روزی در زورق خود نشسته انتظار مسافران بودم. زنی با طفل خردسالش به نزدم آمد و طلب کرد که او را به ساحل دیگر رسانم. وقتی سوار شدیم و به نصف دریا رسیدیم، ناگهان دیدم که این زن همون دختری است که 2-3 سال پیش به او عاشق شده بودم. خیلی خوشحال شدم و عهد و پیمان گذشته را به او یادرس کردم، ولی او با رعایت ادب گفت که من با دیگر ازدواج کردم و این کودک از اوست و من نمیخواهم خود را آلوده گناه بسازم. پس شیطان مرا به تجاوز به ناموس این زن پاکدامن وسوسه کرد. با او نزدیک شدم و خواستم با او کاری خلاف عفت را انجام دهم و به ناموسش تجاوز کنم، ولی او فریاد میزد و خدا را به من یادرس میکرد که این کار را نکنم و تمام وجودش از خود دفاع میکرد و ما را از خود دور میکرد و در روی دستانش کودک گریه میکرد. وقتی با این راه مقصد حاصل نشد، کودک را گرفتم و به آب قریب کردم و گفتم:
اگر مرا برای همخوابگی تمکین ندهی این کودکت را میکشم. زن گریه میکرد، التجا میکرد که او را رها کنم، ولی من به گریه و التجای او توجه نمیکردم. سری کودک را در آب می انداختم. کودک دست و پا می زد و همین که به هلاک شدن قریب می شد او را از آب می گرفتم. زن به کودکش می نگریست و گریه می کرد، التجا می کرد که او را رها کنم، ولی باز هم تیار نبود که عفت و پاکدامنی اش را از دست دهد. من باشم به گریه و ناله های او هیچ توجهی نمی کردم. بار دیگر سری کودک را به آب انداختم. کودک دست و پا می زد و قریب به هلاکت رسیدن بود. زن به کودکش می نگریست و چشمانش را می پوشید، فریاد می زد، ولی فایده ای نداشت. کودک آهسته آهسته آرام شد و حرکت نمی کرد. پس سرش را از آب بیرون کردم و دیدم که کودک مرده است. تنی بیجان کودک را به دریا پرتافتم. زن را تهدید به قتل کردم. گفتم اگر مرا برای همخوابگی تمکین ندهی میکشمت. ولی او باز هم خودداری میکرد و به تمام وجود مرا از خود دور میکرد. از مویهایش کشیده سرش را در آب می انداختم و بعد از سرش را از آب بیرون کردن از او خواسته ام را می طلبیدم. ولی او به مردن تیار بود، ولی برای حیا و عفتش را از دست دادن تیار نبود. بالاخره دستانم مانده شد و این دفعه سرش را در آب انداختم و چند لحظه داشتم. او دست و پا می زد و رهایی می جست، اما قوتش به من نمی رسید و عاقبت آرام شد و حرکت نمی کرد. وقتی سرش را از آب برداشتم دیدم که مرده است. پس تنی بیجان زن را به دریا پرتافتم و بازگشتم. تا حال کسی از این ماجرا خبردار نشد، ولی پاک است خداوندی که مهلت می دهد ولی بی سزا نمی گذارد. بعد از نقل ماجرا و اعتراف خود جنایتکار سرش را از تنش جدا کردند و قصاص او بعد از 40 سال به انجام رسید. سبحان الله. از این قصه 2 فایده مهم حاصل می شود. یکم، انسانی که در پنهانی های پنهانی اگر کار گناهی را انجام دهد، چه ظلم و ستم باشد، چه قتل و کشتار و غیره، فراموش نکند که عدالت پروردگار او را بی جزا نمی گذارد. اگرچه بعد از 40 سال هم باشد، خداوند منان احکم الحاکمین سزا و جزای او را البته می دهد. ولی متاسفانه جوانان این امت چنان در غفلت و بی‌پروایی مبتلا هستند که با زنان و دختران مردم زنا می کنند، آبروی دیگران را می ریزند و پروایی هم نمی کنند که روز عدالت پروردگار آنها را به سزای اعمالشان می رساند، اگرچه بعد از گذشتن 40 سال هم که باشد. فایده دوم این است که زن پارسا و پاکدامن هرگز تیار نیست حیا و عفتش را به آسانی از دست دهد، اگرچه او را تهدید به قتل کنند و در جان و مال او خطر باشد. ولی متاسفانه زنان امروزه بدون تهدید و مجبوری و تنفروشی مشغول هستند. حیا و عفتشان را به آسانی از دست می دهند. با لباسهای نیم برهنه و لوچ خود را به نمایش می گذارند و مردها را بیقرار کرده به زنا مائل می کنند، بیخبر از آن که عدالت پروردگار روز آنها را در همین دنیا به سزای این عمل بدشان می رساند. برادر و خواهر عزیز، وقتی جنایتی را انجام می دهی، چه قتل و کشتار باشد، چه ظلم و ستم، چه زنا باشد و چه دزدی، البته سزای آن در همین دنیا به سراغت می آید و البته به سزای عملت می رسی، اگرچه بعد از گذشتن 40 سال هم که باشد.